این طعم مقدس بگذار به تو حیات ببخشد. و مجادله‌ای که ما آن را در فصل بهار آغاز میکنیم نیروی تازه زم میگردد. آن نیرو مبارکتان باد. Vivo pectore, vivo pectore, vivo pectore. هنوز هم در درونند؟ آره در درونند. چه ایستاده اید پس؟ یگان نقشه دارید؟ نه. من دارم. چی بوده است؟ حاضر میبینی. هجوم شد. ماشین ها در پشت بینایند. بیا جاهید توقت کن.
خودت را چطور احساس میکنی؟ تو را دیده خرسند شدم. همین تمام؟ باز چیزی دیگر گفتنم را انتظار بودی؟ من تمام روز همین لحظه را به صبرانه منتظر بودم. حیران بودم که تو چی میگفته باشی. کمی پیشتر احساساتم را گفتم، شاید شنیده باشی. هر چی میخواستی گرفتی. تو حاضر خودت را چطور احساس میکنی؟ به دوش من چیزی وزنین آویزان است. برای چی عبدالحی؟ میخواستم بفهمی که من خود را چطور احساس میکنم. فهمیدم. خیر، حاضر اکنون چی میکنی؟ راهم را دوام میدیم. چی میکردم دیگر؟ این طور آسوده تر است. گذشته هم دیگر مرا تعقیب نمی کند. دیگر اکنون کی میشوی؟ زلکوف، حسنو، عبدالحی؟ مفتاح. میانی ما خوش آمدی، مرده ای تازه. تو اکنون از این لحظه اعتباراً به فهمیدن آغاز میکنی که من خود را چطور احساس میکنم. انا اکنون بیره و درد و علم همه دوستانت را تماشا کن. کو ببینیم دلت میبردارد. من مثل تو رفتار نمی کنم. من به تمام دوستانم که سری مرا پنهان داشته می توانند یک تا به یک تا می گویم. مادامی که حیات دیگر را زیستن میخواهی، پس زندگی خیش بشو. در این میان دیگر خود را آشکار نکن. اگر نیست شدن میخواهی، برو زندگی بکن. لذتی نیستی را بچش، ولی گفته هایت را نکن. برای چی؟ برای زنده ماندن جاهید تو باید مرده شماریده بشوی. تو حالا هم جاهید گفته شیشته ای. اگر تو میمردی جاهید نمیگفتم. گذشته از او میدانم که او کوشش چی کردن دارد. مرگ ساخته ای تو برای بالا رفتن او مساعدت میکند. من گفتمش که پراکنده شدیم. من حتی وظیفه پیشنهادش کردم. قبول کن اکنون اگر جاهید از عهده این می برآمده باشد هم هیچ کار و باریت را دیگر جمع و گیر کردن نمی تواند. هم اکنون زندگی را به کار بردن میخواد که من زیستم. کی میداند که او به دل چه نقشه ها دارد؟ او حتما در دل مقصدی دارد. از زنده بودن تو آگاه شود نمیدانم. من آنجا برای آن رفته بودم تا زنده بودن تو را با او بگویم. من هم برای همین آنجا رفته بودم. من با شما روزهای گذشته امان را به یاد آوردنی بودم. شاید همه امان همراه نقشه های امان را به حیات تطبیق میکردیم. تو حاضر هم نمیفهمی. تو کی از رایت میگردی؟ باور کن اکنون نمیتوانی، نتوانستی. اگر تو میشدی باور کن که میتوانستیم. من باز میگویم در نقشه های آینده ای تو نیستم. میلش. دوستانت را میتوانی ببینی اما نه دشمنانت را. زندگی جاهید به این وابسته است. قرارت را برار، یا بمیر یا بکش. تشکر با تو. برای رهانیدن لاله از شنگ پایرس. نمیارزم.
با اینقدر تدبیرهای برای امنیت اندیشیده‌مون ما را چطور یافتند مته؟ من گمان نمی کنم که به سستی دستی من ما را یافته باشند. ما را بعدی به آنجا رسیدنی آدمان شما یافتند. جناب، در یکی از ماشین های ما جهاز تعقیب نصب کرده بودند. شما چطور این را نفهمیدید جانی؟ به فکرم وقتی برای رفیقانمون رفتن این کار را کرده بودند جناب. معلوم می شود که مهمانخانه که ما در آنجا ایستاده میدونند. دیگر گروه ها در کجایند؟ جناب، برای گرفتن رفیقان دیگرمون رفتند. هر چی زودتر به آنها زنگ بزن. عبدالحی زنده باشد پس در مزار کی بود؟ عبدالحی! تو را از همین مزار یافت. خوب هستی؟ خوبم اکا. بیا تو را به بیمارخانه ببرم. با نزیلالا می روم. خواتیر می شود. زخم اونقدر جدی نیست. لالا طبابت می کند. خوب عبدالحی. تیمور تو را میبرد. اکا همراه تو جنگیدن رو چنان پزمان شدم که من هم یاد کردم روحی سلاح شوری تو را. سردار خوب هستید؟ من خوبم، اما عبدالحی زخم دار است. تو از کجا فهمیدی که من اینجایم؟ تخمین کردم جناب. معلش تو حاضر عبدالحی رو نزد لالا ببر. هرچی اینجا در مزار است گم و گور بکن.
اکنون چیکار میکنیم؟ اینجا دستانمون را بسته میشینیم؟ آرام باش علی. این کار این خیلی انجام نمییابد. کیگتی آنها را تعقیب نمیکند پوسد؟ ака паи он одамонро гум кардем. куҷое ки нараванд онҳоро ҳатман меёбем. اینجا برای چی میستیم؟ بیاید بیرویم. بیا نزد همون بنا انتظارشان میشویم. شاید باز گشته میآیند. سفسطه نگوییم داد. دیگر هرگز آنجا گشته نمیآیند. من رفته کمی هوای تازه گیرم. بفرمایید ینگه. خوب ینگه. یگان مشکلی نیست؟ خوب ینگه من می آیم تو نشانه را بده. من چیکار میکنم اکنون؟ تمامی حیات من برهم خورد. گوش کن. ما باید از اینجا برویم. محو شدم من. تمام شدم من. هیچ چیز نمی شود. ما باید شتاب بکنیم. من آدم کشتم. چی کاری کرده ای من بود؟ چی کار؟ ای مرا خوب گوش بکن. به من باور بکن. هیچ چیز نمی شود. تو تنها گفته های مرا بکن. تو را به خانه ات میبرم. ماشین را من میرانم. همه چیز را من درست میکنم. خوب؟ یگان مسئله بر نمیخیزد. تو از این کار خبر نداری. فهمیدی؟ بسیار خوب. حاضر زودتر باید برویم. بیا. همین جاست. چنان که گفتم. خوب از من تو خبر انتظار میشوی. مایلش. اکنون برو. تو نمیشدی من چی کار میکردم. تشکری زیاد. سلیمه خوش آمدی دخترم. چی کار کردید؟ هیچ چیز پدر. هیچ کار نکردیم. بسیار خستم. به حجره میروم. مادری دوسته چطور شد؟ کی؟ مادری مروه بیمار نبود مگر؟ خوب است پدر. پس برای چی گریسته ای؟ نه نگریستم پدر. دخترم چشمهایت سرخند کن. شیطان در کجاست پدر؟ خرگوشش را داده ای؟
کن عقل کن چی شده است؟ این خاکی در پایت بوده چیست؟ دخترم چی شد؟ یک کاری بد شد پدر. من آدم کشتم. چی؟ چیکار کردی؟ با ماشینم یک کس رو زدم. بیا اینجا شین. آرام شو دخترم، آرام شو. شین. دخترم تو چه ها میگویی؟ از پیشم یکی برآمد. وقتی او رو دیدم دیر شده بود. فرصتم برای ترمز رو پخش کردن هم نشد. بسیار محزونم پدر. کی رو زیر کردی؟ او در کجاست؟ نمیدانم پدر. بعدی زدن گریختیم. گریختید؟ کسی دید شما رو؟ در پهلویم یک دوستم بود، او را به خونش بردنی بودم و همان آدم سری چنبر شیشت و مرا آورد و گفت که همه کارو خودش حل میکند. تو چی کار کردی دخترم؟ کی بوده از دوستی تو؟ نامش چیست؟ سری؟ کو تلفنت رو ببینم؟ سلیمان تلفنت رو ده. با حجرت رو. الو ترگوت، خبری بد رو شنیدی؟ با دختری من ضرر نرسون کی؟ امشب آرام بخواب، پروا نکن، دری تو رو پلیس نمیزند. در کجای من می آیم؟ در وقت شما تو رو انتظار شدیم نآمدیم، اکنون تو انتظار میشوی. فردا میبینیم. جا و ساعتش رو به تو میگویم. جناب عالی، از ضعیفی امنیتی که به هنگام حضور ایشان در اینجا از شما هویدا شد خیلی به خشم آمدند. فهمیدی که آنجا را چرا یافتند؟ آدمی را که برای تعقیب ارمگدون پرتافتند معین کردند. این را مقابل ما استفاده میبرند. دوبار به هنگام مراسم مسند نشانی فاش شدن ما چی سبب دارد؟ این سستی امنیتی ما رو چطور برطرف میکنی که این؟ در خاطر دارید یکی از سببهای سپاهی مرگاور گشتن ارمگدون همین است. هرچی باشد ولی ما از کار خود دست نمیکشیم. ناموفقیت های خود را به مراسم های ما مربوط مساز. ما البته میدانیم که این یکی از بهانه‌جویی های مهم ارمگدون است، اما مهلت دور و دراز 90 روز است که این را شما پیوسته به تکرار میگویید. شما کجا سراسیمه اید؟ از این چی میگیرید؟ در این سرزمین یک روز زیاد ایستادنشان را نبخواهم. عصرهای عصر ما از همین سرزمین تأمین خورد و خوراک ما را میکنیم. مراسم های ما در این اواخر باعث از دست دادن بسیار چیزها گشت. سببگار این همه تویی. اصلا چیزی که تو باید از پی آن بیشوی آن است که چطور دشمنانمان ما را پیدا کردند. شما مرا استنتاق میکنید؟ نه که این، لیکن من بسیار شبه دارم که جناب عالی نسبت این حوادثی که در این اواخر رخ داد دیگر خاموش بماند.
فردا بگو این را با جایهای گفته من برسان. هوشیار باش آمیخته نکنی. پروا نکن جاهید. مبارک باشد جاهید. نهایت تو در میان مایی. استاد تو را دیدن میخواهد. از کجا آمده است نمیدونیم. از بخچه افتیم. در درونش ارگ دیسک است. به ارتور سپارید. فهمو. اینجا. در هیجانی جاهید؟ تمام آغاز کارها هیجان آور است جناب. این را اصلا از جناب عالی مستقیما میگرفتی بود، اما بر اثر این حوادثی که اینجا امروزها رخ داد او بر وقت به جای پای خود برگشت. این چیست؟ این پریزم شناسنامه توست. کادی کشادن 33 در را از اینجا میتوانی بیابی. من به شما وابسته‌ام. آره، و من باشم به جناب عالی. جناب عالی باشد به مایسترای بزرگ. حاضر همین را دانی کفایه است. خیر، این رو چطور استفاده میبرم؟ حاضر همین را دانی کفایه است. وقتش که رسید میفهمی که چطور استفاده میبری. کمتر خسته شدم، دم گرفتن میخواهم. اگر اجازت باشد بروم. مایلش جاهید، میتوانی بروی. من جاهید کیام بعد مرگ پولاد علمدار به خاطر ستاندن قصاص میان مانیسان شوالیه خود را ساختم و به خود قرار دادم که تا حد آخرین بدین جاده خواهم رفت. در این راه سنگرها بسیار بود، ولی من از راه هم برنگشتم، چون که پولاد علمدار که من سالیانی دراز به فرمان او بودم هیچ از راهش نگشته بود.
این چی سورپرایزی خوش است. من از شاهدی تو در مراسم مسند نشانی خرسند شدم مارگاریتا. بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. آوازت رو برار تا بشنوم پسرم. پدر گفته بودم که مرا تنها تو میفهمی. من یک کار کردم. شاید اون یک چیزیست که تو نمیفهمی. چی بوده است اون؟ من آید زندگیم به قرار قطعی آمدم. انشالله تینجی است. بفرما پسرم. معذرت میخوام که در این به وقتی ناراحت کردم. این پاکت رو برای شما فرستادند. کی فرستاد؟ جاوید. تیمور، پاکتی که با پدرم آوردند با اعتماد است؟ تفتیش کردیم جناب، با اعتماد است. خب با جناب مراد علاقمند. درباره زنده بودنش دلیل ها پیدا
تو چگونه قاتل هستی کنداو؟ مگر شما مجبورم دوران رو به آغوش من نپرداخته؟ اویشا سرده منو، سرده منو، سرده. اویشا در رک شو. جزای شما چیست امک؟ من تو را دوست داشتم باران، پسرم دانستم. برای تو را به پدرت ندادن قاتل شدم. قاتل دادری خود. خواهر اقای پولاد چی گفت؟ از همه خود رو پنهان میکردم، از دوستانم. حیات جاهید به این وابسته بوده است. همینقدر چیزی که به تو جاهید. اینجا چقدر باید بمونیم؟ اینجا با تو خوش نامد چی؟ نه، من برای این نپرسیدم. اگر تو در برم باشی عبدالحی، مهم نیست که ما در کجاییم، فهمیدی؟ من تنها از آن خواطرم که بعد چی می شده باشد، تقدیرمون چی می شود. لالا، نسبت تو چی نیت دارم معلوم است. این شب یک کار مهم که به گردن من قرض بود به فرجام رسید. در حقیقت به فرجام رسید؟ از جانب من دیگر تمام لالا. علی است. در آکوشا در آید. خوش آمدی علی. نگران شدم، برای همین آمدم. آسودگی است؟ برای چه در اینجا ینگه؟ آسودگی است. به درون درو همش رو میفهمی. یا بسم الله. اکا؟ این همه کار را تو گردان کردی همین خیل؟ تو برای این کار رو کردن مطمئنی؟ مطمئنم. برای اوتسانی را کردن اصلا آدمانی با خواهش اصرار میکنند. میخواستم که با دکتر ایمران لی تماس بگیریم. در آنجا حل میکنید. از بس که جسد پر سوخته است، احتمال قوی می رود که دندانهایش را تشخیص می کنند. رو با من دست رو مول بیار. از روی پیشنهاد اکسپرت ها این جسد به عبدالحی خیلی موافق است. آورده. با فکرم این بسنده است. همه چیز طبق مصلحتمون می شود. کسی نباید فهمد.
بیا اینجا بشین اگر بخواهی. برای چی به من نگفته دیانگا؟ بیا بنشین میفهمونم با تو. اکنون شما در حمایه پیر خواهید بود. شما همینجا میمانید. قرار و فرمان دسته را شما از همینجا میگیرید. کار ما از چی عبارت است؟ با مرور زمان میفهمید که چی کار باید بکنید. اما دانسته باشید که از هم اول شما در خدمت درفش سیاه هستید. درفش سیاه چیست؟ درفش جنگی پیغمبر است. این چنین یکی از درفش‌های جنگی ترک‌ها هم است. درفش سیاه تا ظلم ظالمان برهم نخورد در پهلوی مظلومان خواهد بود. اگر شما با آنها تماس نمی گرفتید، آنها با ما تماس می گرفتند. حاضر ما از آنها پیش گذشته ایم قره. حاضرین تنها مشت است که در جنگ میکنی پولاد. حالا این تنها یک مشت بیش نیست. قره چقدر ما درفش سیاه را خاموش به آوازه و دروازه استفاده میبریم، همان قدر مانستان شوالیه مبارزه علیه ما را موقوف میگذارد. پولاد، اما در کشورهای بالکان خاموش و بی صدا عملیات برگزار کردن امکان ندارد. قره اگر حتی پشت دیوار موش بیجنبد، مانستان شوالیه آگاه می شود. این دفعه بی آواز باید عمل کرد. خب پولاد، کجا می رویم؟ به آذربایجان. دیار دوست. میدونی در آذربایجان ما یک عضو هیئت را از دست داده ایم. بسیار میخواستم بدانم که در پس آن کشتار کی بوده است. ما یافتیم که پکت را که هاوا از کجا آوردند. تحقیق را دوام بده مته. جای ما را معین کردند. به اندیشه من ما باید از اینجا براییم. این کاری نیست که از بیرون گردان کرده باشند. این کار تنها در داخل سیستم عملی شده است. شما از کسی شبهه دارید؟ تا حال نه. چطور عمل میکنیم؟ مته ما رو با جاهی تنها میگذاری؟ جاهید، من میخواهم که این مسئله رو تو تحقیق بکنی و از نتیجهش تنها به من خبر بدهی. بیا. بیا پسر، بنشین. دین بگو اهل مانستان شوالیه لحظه های آخرین از ما رها یافتند. من از آن واقعه ها آگاهم پسر. احتمال قوی می رود که به هنگام مراسم مسند نشانی جاهید شب خون زده اید. اکای جاهید چطور این کارو کرد تا حال نمیفهمم. پسر، عبدالحی نفهفتیده است. چطور جناب؟ از بام به رهایی یافته است. اما از این بعد هر کی عبدالحی را همچون شخصی مرده می حسابد.
اکای عبدالله خوب است؟ خوب است، استراحت دارد، ولی من تو را برای چیزی دیگر دعوت کردم. از که گیت جدا میشه پوسد. یگون کاری خطا کردم؟ نه، با تو من وظیفه دیگر دادنیم. کوچه ها رگ شهرند. اگر که گیته در کوچه ها کار میبرد موفق نمی شود. برای نبض شهر را دانستن ما به یک کس احتیاج داریم. خاطره بابا و پدری تو هنوز هم در کوچه ها درخشان است. من میخواهم که تو کوچه ها را سایبی کنی. یعنی باز به پنهانکاری میگذارم؟ همین خیر. من و عکیف برابر عمل میکنیم؟ نه، عکیف از این وظیفه میتواند آگاه بشود، اما در این راحت با مرور زمان شاید با عکیف برخورد کنی. تنها خودم چطور از عهده کار میبرایم؟ کسی داری که پهلوی تو بودن بخواهد؟ جیانی اماکی ززه امداد، بکتوش آقای زلفقار. من احسان دیوانه را هم آموختم. اینک دستت رو تنظیم دادی. این ساعت وقتی که دل پدرت از کار ماند ایستاد. من وقتی پدری تو رو باز داشتم تا امروز این ساعت ایستاده است. از این به بعد این ساعت توست. این ساعت در دست تو باز به کار کردن آغاز می کند. راهنمای تو همین خواهد بود. وقتی که این ساعت خود به خود از کار کردن ماند خبری در کاری به من می رسد. اولین کاری را که تو باید بکنی تیمور به تو می فهماند. سلامت باشه که تو هم سلامت باش. از پی کار شو، راحت سفید. تو چی کار کردی میفهمی؟ من هیچ کار نکردم. این کاری دختری توست. از دخترم دور باش. تو به جای به من تشکر گفتن مرا باز گناهکارم میکنی. من نمیشدم حالی دخترت. تو از دختری من چی میخواهی؟ تصادفاً من او را دیدم. پهلوش بودن یعنی تصادف است. ببین، یک حادثه بسیار مدهش است. در کامرای ما به 3 ثبت شده بوده است. این کاری تو سمیخل نه؟ پروا نکن. این نوارها تنها در من است. همه چیز رو من نابود کردم. اگر در این میان که من نخواهم هیچ چیز آشکار نمی گردد. تو چه خیلی آدمی نمیفهمم. دوستدار یاری دادن. ما هم از شما در وقت ضرورت یاری انتظاریم. از حبسخانه سیر به آدمانی که در کشتن بران دست دارند گریختند جناب. عملیات رو کی کرده است معلومات دارید؟ دولت ترکیه.
дастае ки ба кгт мансуб будааст. дар сербия амалиётҳо гузаронда ақибгоҳи моро хавфнок мегардонанд. ин аввалин ҳамлаҳост. ҳуҷуми дуюм шояд дар боку шавад. ба он ҷо барои ситонидани қассоси аъзои ҳайат ки мо куштаем хоҳанд рафт. амри шумо чист? маро бо раскол пайваст бикун. тинҷӣ аст пусат? ту дар ин зиндагӣ кори дигар надорӣ ғайри нӯшидан? чӣ дард дорӣ? мақсаду марома чист? медавем меравем пусат. касе ки ба куҷое ки гуфт моро, мо мисли як барги хушкем. ҳар куҷо ки боз вазон бишуд мехезему меравем. доим дар ҷунбишию лекин ягон ҳадаф надорӣ. ту чӣ имдод? ба ғайри ситондани интиқоми тағот ба ҳаёт боз чӣ дилбастагӣ дорӣ? ҳеҷ. ту чӣ бектош? ҳарчи амакам гӯянд ҳамонро мекунам. акай Пулот, акай Мематӣ, акай Абдулҳай мурданд. падарам ҳам мурданд. ин кӯчаҳо ба ихтиёри сагу шағолҳо монд. мо дар ин ҷо интизорем то як кас бигӯяд ки биё биравем. ба чӣ хотир меравем худамон намедонем. акнун косаи сабри ман лабрез шуд. мо барои кгт танҳо як бозичаем. чӣ кор мекунем маълум нест. бо кӣ муҷодила мекунем маълум нест. вале дар кӯчаҳо ҳама сагҳо сайру гашт доранд. ман ба кӯчаҳо бармегардам. чӣ тавр пусат? чӣ нақша дорӣ? аввал ҳарчи ба хонадони ман тааллуқ дорад меситонам. пас он ба кӯчаҳо урфу одатҳояшонро бармегардонам. вале шумо напурсед ки ин ҳама кор бо чӣ меанҷомад. чунон ки акай Пулот мегуфт, ҳар ки оқибати корро биандешад ҳаргиз қаҳрамон намегардад. ту бо ман ҳастӣ имдод? ҳастам пусат. ту чӣ бектош? ҳастам пусат. ту чӣ эҳсон? ҳастам чақир. камтар пеш бо раскол суҳбат доштам. ӯ гуфт ки ҳангоми сайру гашт дар эрон бар алайҳи сарвазири туркия як амалиётро баргузор карданист.
جناب عالی از این خبر دارند؟ من هم گمان نمیکنم راسکول جناب عالی را آگاه نکرده کاری را پیش بگیرد. این میتواند عملیاتی باشد که موازنت را سخت خللدار بکند. خیر، از این به ما چی سود خواهد بود؟ پیشوا روسیه، جای ایران، هدف ترکیه. برای مانع گشتن ما به جریان نزدیک شوی ایران و ترکیه، روسیه بهترین فرصت است. راسکول در این کار پیروز میگردد. ما هم از نگاه سیاسی و هم اقتصادی هرچی میخواهیم سود برمیداریم. سیاسی را که فهمیدم. آیدی آن که ما چی سود از نگاه مالیوی برمیداریم چطور شر میدهید؟ برای حصه های بانکی را با نرخ گرانتر فروختن من دستور دادم. این معنای آن را دارد که سوی قصد را که در خارج انجام داده می شود از ما می بینند و سری ما هجوم می آورند. از عملیات هایی که در این آخر کرده ایم معلوم می شود که ترکیه به مسئله های مالیوی بسیار اهمیت می دهد. تا آنها مسئله های مالیشان را حل می کنند ما به هدف های خود می رسیم. من مثل شما فکر نمی کنم. برای فاندهای ما را تحقیق کردن دادستان لیلا را موظف کردن. او معشوقه پولاد بود. در این زمان رفیق ما جک را بکشت. پاسبان نزدیکترین مارگریت بود. در ترکیه یگان دادستان را کشتند. در برخی زمانها به خاطر منفعت‌هایمان چندی از آنها کشته شده بودند. چنانه که جناب عالی همان میگویند کاری را که یک بار کرده می شود تکرار کردن همیشه امکان دارد. من این وظیفه را با میل تام اجرا می کنم. بفرمایید. کارت میخواهید؟ تکرار شود. اکای پسد خوش آمدید. کدام میز را برای شما آماده بسازم؟ این چیست؟ اکای اینها نو بر آمدند. او این دست ندارد کو؟ همه این از خارج است. از نوترین تکنیک امروزه است. چی طور شده می شود؟ با کارت کردیتی. خب سرکرد چقیر.
فهمیدم. اکا چی گپ است؟ پول را کشیده میگیرند. چی گپ است؟ کیست تو؟ اکا پوسات است، پسری چقیر. چی میخواسته است؟ بختن را دوست نمیداشته است. پولش را میخواهد. یعنی پولش را میخواسته است. جنابان چی میخواهید؟ پولمون رو. چقدر؟ 5 میلیون. پولهای باخته‌اشان را گردانده بیده بیروند. خوب. این باختی همین روز است. تو چی ها میگویی؟ تو مکانی بلتزه را خراب کردن آمده ای چقیر؟ بگذارید این فشارتان را. حاضر برآمده بروید از اینجا. حساب بیکن که هیچ گپ نشده است. مرا فهمیدی؟ تو کی را از این مکان پیش میکنی ابله؟ کی را؟ چیزی که باید شود اکنون میشود. من نبیره لاز پسری سلیمان چقیر حساتم. من برای چیزو چاره که از خاندان ما به یغما بردن گرفتن آمدم. در استانبول قمارخانه چند مکانی که باشد وارثی همه آن منم. دانسته باشد که هر که مالی مرا گردانده نمیدهد اول به دستش پس آن بسرش تیرخانه میکنم.
دیر باز وا خورده نمیتوانی مارگریت. نهایت مرا به خاطر آورده شاد گرداندی. امیدوارم برای من خبرهای نیک آورده ای. خبرهای نیک دارم سری. اگر تو هر چیزی رو که من میخواهم انجام میدهی با منصبی که تو آن را بسیار میشود که خواهانش هستی میرسی. به فکرم او را میشناسی. مراد ما را شناس کرده بود. چی میخواهی؟ او باید خود همین روز بمیرد. یک لحظه مارگریت، من خطا نشنیدم. سخن آید دادستان است. گذشته از آن همین روز. این سراسیمگی برای چیست؟ این حادثه پاره جدا نشونده عملیاتی است که امروز در خارج کشور به وقوع باید بپیوندد. برای همین وقتش بسیار مهم است. خیر چی منفعت دارد؟ من برای یک عملیات بزرگی رو راه اندازی کردن تو را گماشتم. این به بیرجا هم ارتباطی زیچ دارد. خیر این رو فهمیدم. منفعت من از آن عملیات چه خواهد بود؟ مفتش که این حاضر تنها است. اگر خواسته او را بکنیم نیروی دسته ما می افزاید و تو هم با او جایی که بسیار خواهشش داری در نزدیکترین فرصت می رسی. اون کاسته های دادم رو چیکار کرده؟ یک تاش رو به همون سراغه که گفته بودی فرستادم. دیگرش رو به موی سفید خودم رساندم. یگون چیز گفت؟ نه من فرصت ندادم و تیز از او جدا شدم. یک مدت دکانت رو محکم بکن و از اینجا بیرو. فهمیدم جاید. چند وقت؟ زیکای به تو خبر میدهد. بابا جان همه کار رو کردم. تنها پخش کردن همین توکمچه مانده است. سلامت باش. یگان خواهش دیگر دارید؟ نه پسرم، تشکری زیاد. روز بخیر. برای کار پسرم. جناب جیوز به تلویزیون پیوست کرده شد. میتونید تماشا کنید. خب بابای عمرجانی من، شاید بعد تماشای این نوار من دیگر در حیات نیستم، اما تا رسیدن خبر مرگ من برای پنهان داشتن این کست از شما بهتر کسی نیافتم. بابا جان و شخصانی دوستداری من، میدانم که شما بر من خشم گرفتید و گمان دارید که من خیانت کردم. سبب همه این کرده های من یک چیز است، انتقام اکم را گرفتن. میدانم که با من خشم دارید که برای چه همراه مبارزه نبردیم. شاید شما حق هستید، ولی من تنها مبارزه بردن را ترجیح کردم. اگر شما این نوارها را میگیرید بدانید که من در راه هستم و انتقام اکای پولاد را نیز گرفتم. در راه سفرم من اگر دوستان را رنجانده باشم، دل ایشان را شکسته باشم، حتی شاید ضرر رسانده باشم، از آنها پهل میخواهم. مهر و محبت شما کفن من خواهد بود.
سلامت باش. اشتهایتون. پیر میانی 4 دیوار میشیند. تو ببین برای خود چی جای زیبا را یافته ای. تو دیگر اینجا چی کار میکنی؟ یکی میبینی که با کاری صحرا همراه علی میبرایم. همین خیل نه علی؟ میرویم اکا. هرچی تو میخواهی. یعنی اطراف را به ترتیب میدرارم میگویی؟ تو چی کار میکنی؟ پولاد یک سازمانی مقابل ارمگدون ساختن میخواهد. بین المللی یک دسته آزاد، نامش درفش سیاه است، مثل نامش نیرومند. برابری تو یعنی؟ برای حمایه پولاد سازمان مییابد. تو هم میشدی بسیار خوب میشد. کاری ما هم تنظیم گرد و اطراف میشود. هرچند که صحنه فعالیت ما فراختر است، اما خوب قرار فهمیدم. مبارک بود. تشکر. انشاءالله که خبری خوش است. گوش میکنم ینگه. ارهان یک خواهش داشتم. بفرمایید ینگه. با کجا؟ خوبیه؟ من به تو خبرهای خوش آوردم. ترگوت را باور کناندم. برای وقت با جان و دل همکاری میکنم گفت. خبر خوش. تو را چطور راضی کردی؟ هر کس یک سستی دارد مراد. آید صداد یکون خبری نو هست؟ کار صداد تمام. تبریک میکنم دوستم. اصلا یک چیزی خوبی دیگر هست. بعد 1 ساعت یک عملیات گذرانده می شود. من دستور دادم که نرخ سهمیه های شرکت ها را بالا ببردارند. تو درباره کدام سهمیه گپ میزنی؟ لیلا ترکمنی دادستان کشته می شود. تو مرا با او شناس کرده بودی کو؟ چخیل یک بار خواطر شدی؟ به هرچی میشنوی باور نکن. داغ روز هر لحظه دیگر میگردد. حصه های شریکی همان رو در گردش بمانم. معلش میتوانی. یگان تشویش ایجاد نمی کند. تو پروا نکن، من حل میکنم. من باید به یک جا زنگ بزنم. گوش میکنم مراد. مانیستان شوالیه یک عملیات را همین لحظه ها آغاز کردنی. چطور؟ به فکرم یک عملیات عاید مالیوی را با عملیات فیزیکی کامل کردنی. هدف چیست؟ حکیف. هدف لیلا ترکمن است. در دست یگان دلیل دیگر داری؟
نه، حاضر همین قدر میدونم. مایلش مراد، اگر خبری دیگر گرفتی فوراً مرا آگاه بکن. مایلش. волкан, ҳарчи зудтар ҷои додистон лайло туркманро муқаррар бикунед. чизе аз дастатон биёяд бикунед. шамил, алптекин, бо ман биёед. ҳаракатро оғоз кунед. خانم دادستان، حیاتتان در خطر است. باید شما رو به جای باوریناک فرستم. چی خیلی خطر کیف؟ وقتمون کم است. تلفن رو بر راننده‌تان بدهید. احمد، هر چی که کیف میگوید آن رو بکن. کسی هست که شما رو حاضر تعقیب بکند؟ حاضر نیست. کمی پس به چپ برگرد. اکنون تقریبا بعد 100 متر باز به طرف چپ برگرد. در روبرویت ما رو میبینی. با دقت باش احمد. سخت بدارید.
خانم دادستان، احوالتان خوب است؟ بیا فرزند زنده جدایم، بیا. میدانی که زنده جدایی چیست؟ 40 سال از آب دور باشی و لحظه آن را نبینی، ابدی تشنه میمانی. بابا جان، نوار را تماشا کردید؟ بله. چطور به چنین قرار آمدی پسرم؟ پس از مرگ اکم خود را تهی حس کردم. چه کار کردنم را نمیدانستم. اندیشه او را گرفتن مرا به خود آورد. بسیار مشکل بود بابا. از آن که مثل یکی از آنها رفتار کردن و به دوستان خود تیر انداختن خونم را به جوش می آورد و اما از راه هم گشته نمی توانستم. هرگاه که شبه مرا فرا می گرفت اکم به یادم می آمد. هر بیگاه با عذاب وجدان خوابیده، هر سحر با احساس انتقام بیدار می شدم. و اکنون تمام شدم دیگر. برای دوام راهم را رفتم به نیرو و باوری احتیاج دارم. وجدانم می سوزد بابا جان. اما دیگر اکنون از راهی که می پیمایمش گشته نمی توانم. من به دل و نیت تو شبهه ندارم سرم. تو هم باید شبهه نداشته باشی. دل خودت را گوش کن. اگر تو باور داشته باشی که در راهی درستی، کسی تو را از راهت بر نمی گرداند. اگر در دلت شبهه نباشد، خداوند همیشه یاوری توست. تو سرگذشت یونس پیغمبر را میدانی؟ یونس پیغمبر به خود قرار بدهد که از بس که ناموفق و در کارها بی‌برار است ترک وطن میکند. به یک کشتی میشیند، کشتی به بحر کشاد میبراید، یکی تندباد سخت برمیخیزد. کاپیتان و مسافران چنین میاندیشند که به بوی این آدم بدبخت غرق میشوند و یونس پیغمبر را به بحر میپرتایند. در بر یونس پیغمبر را ماهی فرو میبرد و یونس پیغمبر مدتی دراز در شکم ماهی میماند.
خطای خود را فهمیده یونس پیغمبر به خدا التجا میکند یا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پاک و بیگناه تویی، غیر تو خدای نیست. من به خود ظلم کردم، خطا کردم گفته توبه میکند. الله هم توبه او را میپذیرد و به ماهی میفرماید که آدم او را رها کند. وقتی که ماهی یونس پیغمبر را رها میکند، یونس پیغمبر تکرار برای اجرای وظیفه خود برمیگردد و دعوت انسانها را به توحید دوام میدهد. تو هم مثل یونس پیغمبر این دعا را زود زود تکرار بکن پسرم که الله نجات را نصیبی تو هم بگرداند جاهد جان. سلامت باشید بابا جان. بابا جان کسیت گوش و هوش من مثل مزار خاموش است پسرم. دعایم کنید بابا جان. در پناه خداوند باشی پسرم. اکا جان، این خرک صاحب دارد. در اینجا نشستن ممکن نیست. خیز برو از پای کار خود باش در این بوقتی. درونم میسوزد، از دودش نفس گیر نشوی. صاحب دارد گفتم، صاحب. این خرک اکای عبدالحی است. برخیز. خرک اکای عبدالحیات است؟ اکای عبدالحیات مرد. عبدال برفت از این دنیا. چی؟ اکای عبدالحی مرد؟ برو برادر، مرا تنها بگذار. این دنیای فانی. شما کار دیگر ندارید بیمونید آخر مرا به حال خودم؟ عبدال ارهام. عبدال این تویی؟ این چه خیل شد عبدال؟ من جسد تو رو سوخته دیده بودم. یا توبه توبه. تو نرنج ارهان، همین طور در کار بود. چطور در کار بود؟ تو میدونی که من چطور میزیم؟ بعد یکی پولاد همه دوستانی من غیب زدن.
من در این دنیا چیکار میکنم؟ بسری تنهایم. به همین آب خود رو انداختنی بودم. خیر بیا گپ رو دیگر نکش. هیچ گپ نشد است که باز گپ رو نکش میگویی؟ این رو بینیده همه تو رو مرده است میگویم. به بچه ها خبر میدیم. صبر کن ایران. بیا بشین هر دو ما صحبت میکنیم بعد خبر میدی. برادر، با ما می آیی. السلام علیکم به رحمت الله. السلام علیکم به رحمت الله. بهترین سالهای حیاتم در همین جا گذشتند. در همین جا هم روزهای خوب را دیدم، هم بد را پسی سر کردم. همیشه به خانه به خاطر جمع آرام میرم. استودیو ارش تقدیم میکند. نجوم! مرا با اینها فروختی حالا ایستبله؟ آنها از یگان جنایتکار نمیترسند. در وقت درآمد منشا یک دوستشو طلاق شده است. جدا شوی دشوار بود؟ بله خیلی دشوار بود. میبینم که گریه گلو گیرت میکند. آنها قانون را حمایت میکنند، بر ضد جنایتکاری مبارزه میبرند و محض آنهایند که دست سرم بالای کوه حیات ما را به خطر میگردانند. اکنون دخترم درباره خودت هم فکر کن. یگان جوانی خوب را یافته به او خانه دار شو. برای به شوهر برآمدنم حداقل باید عاشق شوی. عشق شیرین است. جون فدایی در راه عشق. به نزدیکی اما چیزی نمیشود. فهمیدین؟ چیزی نمیشود. حامیان قانون در سلسله فیلم نوی جان فدا.